بسم الله الرحمن الرحیم. امروز رسیدیم به جلسه سوم از داستان یا به عبارتی سیمای بانوی بزرگوار اسلام، صحابیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فریعه بنت مالک رضی الله عنهما. اشاره کردیم که پدر ایشون مالک در غزوه احد جانانه و قهرمانانه به شهادت رسید، به گونه‌ای که آخرین لحظاتی رو که از زندگی خودش گذرونده بود تونسته بود که چهره رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو لمس بکنه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم به این خانواده بشارت خیر داد. اما برای فریعه ببینیم چه اتفاقی میفته بعد از این. فریعه رضی الله عنها با سهل ابن رافع ابن بشیر خزرجی ازدواج کرد. مدتی با هم زندگی کردن تا اینکه یه بار این غلامی داشتن. این غلام بالاخره دنبال یه کاری رفت. حالا توطئه‌ای بود، هر چی بود، اینها به دنبال غلام خودش رفت، گشت ببینه غلامش کجاست. حالا غلام فرار کرده بود، هر چی بود، چه نقشه‌ای بود، دامی برای ایشون چیدن، برای سهل ابن رافع همسر فریعه، و در اون دام که در بیرون از مدینه رفته بود، در این منطقه حالا براش توطئه بود، اونجا برش غلبه کردند و اونو در اون شرایط به شهادت رسوندن در نزدیکی‌های مدینه. وقتی که خبر مرگ شوهرش بهش رسید خیلی ایشون اندوهگین شد، اما گفت من اون چی که مصیبت بر من وارد شده همه را نزد خدا و به خاطر خدا تحمل میکنم و صبر میکنم، خداوند انشالله بهترین رو نصیب من خواهد کرد. اینکه ایشون دلش میخواست که برگرده بره خب پیش خانواده خودش، چرا که نتونسته بوده مال و دارایی داشته باشه. بالاخره گفت من برمیگردم و میرم بالاخره پیش برادر خودم ابو سعید خدری و ببینم چی میشه. این بود که پیش خانواده خودم ابو سعید خدری رو فرستاد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گفت من میخوام، خودش هم رفت، گفت میخوام از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودم سوال بکنم. خوب دقت کنید، با ابو سعید خدری برادرش گفت میخوام خودم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال بکنم، ببینم که چه کار باید بکنم در این جریان. و خب ببینیم این دیدار و این ملاقاتی که بین فریعه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم اتفاق میفته، چه که این یک حکمی شد که بعدها جزو احکام اسلامی برای زنانی هست که وقتی شوهران خودشون رو از دست میدن. امام مالک رحمت الله علیه در کتاب معطای خودش، کتاب حدیثی از ایشون باقی مونده که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون به عنوان امام مدینه جمع آوری کرده بود، نقل میکنه که فریعه ابن مالک نقل میکنه که باز نقل گفته برای شخصی به نام زینب بنت کعب، یعنی بحث صحت روایت و سلسله‌ای که هست، میگه که فریعه رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سوال که یا رسول الله آیا من میتونم برم پیش خانواده خودم و پیش خواهر برادران خودم باشم اونجا، حالا که شوهرم از دنیا رفته، چرا که شوهرم بالاخره چنین اتفاقی براش افتاد و غلامی داشتیم، مثلا این غلام رفت و دامی چیده بود یا هر چی بود دنبال این غلام و شوهر منو در یک جریانی این چنین اینا کشتن. حالا واقعیت اینه که شرایط زندگی ما این گونه هست که آیا من میتونم برم پیش خانواده‌ام یا نه. بعد میگه من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم این سوال رو کردم و گفتم که نظر شما چیه در این مورد، چرا که همسر من برای من خونه باقی نذاشته، ملک و دارایی و مخارجی هم نذاشته، پس من برم پیش خانواده خودم بهتره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت باشه، بله نعم باشه. ایشون میگه خب من برگشتم همین که به دم حجره رسیده بودم، دم حجره اتاق رسیده بودم، نادانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا منو صدا زد، او امر بی، یا به من فرمان داد و نودی تو، یعنی به من صدا داده شد، کسی صدا زد که بیا. بعد پیامبر گفت که کیف قلتی، تو چی گفتی؟ گفتم که داستان رو تکرار کردم و مسئله شوهرم رو گفتم دوباره. بعد گفت نه، امکثی فی بیتک، تو خونه خودت بمون حتی یبلغ الکتاب و اجله، تا اینکه اون مدت عده خودت رو پشت سر بذاری. ایشون میگه من 4 ماه و 10 روز در اون خونه همسرم بودم تا برگشتم. اتفاقا این داستان این جالب اینجاست که عثمان ابن عفان رضی الله عنه در زمانی که ایشون در خلافت هست نقل میکنه عثمان به دنبال من فرستاد، چرا که یه همچین جریانی مشابهی برای کسی پیش اومده بود و
اونجا جمعی از صحابه بودن و من اونجا عثمان از من سوال کرد که داستان تو چه بوده. من این داستان رو برای ایشون نقل کردم که چنین چیزی شده که من این گونه 4 ماه و 10 روز تو خونه همسرم بودم و فلان اینها، بعد برگشتم پیش خانواده‌ام رفتم و خب حضرت عثمان و اون کسانی که اونجا مشاورانش بودن بر اساس این روایت فریه بنت مالک چیکار کردن؟ خب اینا هم حکم کردن برای اون زنی که همسرش مرده بود. اما نکته دیگری که در زندگی فریه بنت مالک داریم، ایشون از شخصیت‌هایی که در بیعت رضوان، یعنی اون بیعت تحت شجره که قرآن ذکر میکنه و اعلام رضایت میکنه، ایشون هم از کسانی که در اونجا حضور داره و با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیعت کرده. اما مطلب دیگری که وجود داره، خب فریه بنت مالک بر اساس اون چی که الان اتفاقی که برای خودش اومد و مسئله‌ای که نقل شد در روایت، ایشون از کسانی است که حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو روایت میکرد. چرا که در جلسات پیامبر حضور پیدا میکرد، در ملاقات هایی که اونجا پیامبر و صحابه و یاران داشتن ایشون حضور داشت، از حافظه خوبی هم بهره مند بود و خب بالاخره تعدادی هم حدیث از ایشون نقل شده. 8 حدیث که مثلا نقل کردن که زینب بنت کعب اینها رو روایت کرده. و در هر صورت بحث همین حدیثی هم که ما خوندیم، کسی متوفا در خونه اون محل سکونت شوهرش وامیسته، هم از همون زمان هست که ما اشاره کردیم به این مسئله که خب این نکته‌ای بود که باید ما به اون توجه می‌کردیم و اهمیت این مسئله که درش هست. در هر صورت ابن قیم رحمت الله علیه در کتاب زادالمعاد نقل کرده از محمد ابن سیرین، نکته خیلی مهمیه که میگه، اینم اشاره به همون داستان حضرت عثمان داره، میگه یک زنی همسرش مرد، خود این زنه مریض بود، خانواده‌اش این اومدن گفتن ما بریم پیش خودمون. بعد سوال کردن که خب چی کار کنیم؟ آیا این برداریم پیش خانواده شوهرش ببریم، خونه شوهرش ببریم که مرده اونجا بذاریم یا نه؟ بعد میگه که تو این بحثی که صحبت شد، وقتی که این صحبت خبر این روایت نقل شد، میگه ما این رو بردیم اونجا در همون خونه شوهرش قرار دادیم که چرا که بر اساس روایت فریه بنت مالک بود و خب اونجا ازش نگهداری کردیم که این مدت زمان رو 4 ماه و 10 روز رو در اون خونه همسر بگذرونه. حالا اون بحث‌های علمیش و فلسفیش اینجا مد نظر ما نیست، فقط خواستیم اشاره بکنیم به این اتفاقی که در مورد فریه بنت مالک افتاده. و وقتی که ایشون نقل میکنه، همه صحابه روایت ایشون رو قبول میکنن، داستان ایشون رو قبول میکنن و به عنوان یک حکم شرعی برای همیشه در قیام قیامت تا روزی که زمین باشه برای مسلمانان در این اتفاق نقل شده. خب طبیعیه که ایشون هم جزو کسانیه که بهشت شامل حالش میشه، جزو کسانیه که اون آیاتی که در مورد بهشت و اهل ایمان هست شامل ایشون هم میشه. و خب فریه بنت مالک انصاری در واقع به این فوز و مقام منزلتی که خداوند شامل صحابه پیامبر کرد ایشون رسید، به اون منزلت و بزرگواری که برای مجاهدان در اون بیعت رضوان قرار گرفته بود برای ایشون هم شامل حال شد. چرا که ایشون هم در اون بیعت گفتیم شرکت داشت. خداوند در آیه 18 سوره فتح میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. حتی خدا میگه راضی شد و خدا میدونه چی در قلب‌های اونها بوده و چه درک میکردن. یعنی بر اساس اون شناخت واقعی خداوند نسبت به همه یاران پیامبر اونجا خیر و برکت رو نصیب کرد. و داستان بیعت رضوان هم داستان معروفی است که چون پیامبر خدا صلی الله علیه و با اصحابش قصد داشتن برن مکه، ما مشرکین نذاشتن و حضرت عثمان رو پیامبر فرستاد که با اهل قریش صحبت بکنه و اونها حضرت عثمان رو نگه داشته بودن و حضرت عثمان برنگشت. خبر رسید که حضرت عثمان رو کشتن. پیامبر خب از شنیدن اینی که شاگردش عثمان رو اینها به شهادت رسوندن ناراحت شد، خشمگین شد و یارانش خواست که بیعت کنید با من که همینجا ما بریم جنگ بکنیم و انتقام بگیریم، که همه زیر درخت اومدن با پیامبر از زن و مرد بیعت کردن. خب مردها طبق اون رسوم خودشون و زنها هم طبق این که بالاخره بدون اینکه پیامبرشون میگه انی لا اصافح النساء، من با زنان دست نمیدم، بیعت و همون سبکی که بیعت کردن مقابل پیامبر رفتن کفایت میکرد. حالا برخی موارد نقد کردن آب اینها، اما در واقع همین بیعت رو در رو و گفتاری بود. تک تک اومدن روبروی پیامبر بیعت کردن در اون جریان، در بیعت رضوان. حالا در مورد بیعت عامه، در مورد بعد از پیامبر دیگه این گونه نبوده که زنها برن یکی یکی بیعت کنن. این دوران خب پیامبر بود، اینا همراه با پیامبر بودن، داستان فرق میکرد. اینا در بعد از اون هر مردی که از خانواده‌اش میرفت بیعت میکرد با ابوبکر، با عمر، عثمان، علی، دیگه اون بیعت براش
بیعت حساب میشد. در هر صورت حتی پیامبر وقتی گفت با همه بیعت کردن، بعد اینم دست عثمان رو دست خودش گذاشت و گفت من طرف عثمان هم در این جریان بیعت میکنم. خب طبیعیه که اینجا نکته خیلی جالبی در این داستان وجود داره که مبشر نقل میکنه، انصاری میگه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیش حفصه بود، المؤمنین حفصه، گفت که لا یدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره، از کسانی که زیر اون درخت با من بیعت کردن هیچ که وارد بهشت وارد آتش نمیشه. احد من الذین بایعوا تحت، هیچ که از کسانی که زیر اون درخت با من بیعت کردن وارد آتش جهنم نخواهد شد. میگه المؤمنین حفصه گفت بلا یا رسول الله فانتهرها، بله ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه است. و بعد ایشون اشاره کرد منکم الا واردها، در آیه سوره مریم میاد که هیچ کس از شما مؤمنان نیست، از شما انسان‌ها، مگر اینکه ورود پیدا میکنید بر جهنم. که این ورود رو من اینجا اشاره بکنم، ورود به معنای اشراف پیدا کردنه. در مورد موسی علیه السلام داریم لما ورد ماء مدین، نه اینکه موسی علیه السلام خودشو تو چاه مدین انداخت، وقتی اشراف پیدا کرد بر چاه مدین از دون وایساده بود و این اشراف و تماشا رو میکرد. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت بله، دنبالش هم خدا میگه که ثم ننجی الذین اتقوا، بله همه اشراف پیدا میکنید به جهنم، اما خداوند اهل تقوا رو نجات میده، ما نجات میدیم و ندر الظالمین فیها جثیا، و ستمگران رو اونجا رها میکنیم که دیگه برن بر اون آتش جهنم وارد بشن. و این نمونه‌ای بود از سیرت این صحابی بزرگوار و این بانوی بزرگوار که امیدواریم خدا از ما و شما قبول بکنه. تا روز دیگه و داستانی دیگه در پناه خدای متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتون.